اول از همه مولد رو کاملا با روغن مایع چرب کنین، چربیش رو پخش کنین و اضافه روغن رو با دستمال پاک کنین. ژله سبز رو که آماده کردین اندازه هاشو تو کپشن می‌نویسم براتون، داخل مولد بریزین و بذارین تو فریزر تا بسته بشه. 20-25 دقیقه زمان نیاز داره. بعد قسمت انگورش رو جدا کنین و قسمت برگش رو برگردونین داخل مولد. یه سطح شیبدار ایجاد کنین، یه قاشق از ژله انگور داخلش بریزین و اجازه بدین تو فریزر خودشو بگیره و بعد ما بقیه قالب رو پر کنین و باز اجازه بدین تو فریزر 20-25 دقیقه بمونه و بعد از مولد خارج کنین و بذارین رو دسرتون.